روز چهارم بریم واسه جر دادن سرشونه ها. لیتس گو بچه‌ها. طبق معمول با یه تردمیل خیلی مهربون بین 5 تا 10 دقیقه با یه سری حرکات نرم گرم می‌کنیم. بعد بریم واسه شروع تمرینات. بزن بریم آقا. برنامه رو الان می‌ذارم. بریم واسه ست اول. همیشه یکی از راه‌های گرم کردن اینه که ست اول حرکتی که ما شروع کنیم رو خیلی سبک تعداد بزنیم. الان مثلا به مثال به سرشونه اسمیت که من میخوام 4 تا 10 تا بزنم روی ست 20 تایی گرم میکنم. بعدش میریم واسه شروع حرکت. بزن بریم بچه ها. بریم واسه ست اول حرکت. خب بچه این حرکت واسه افراد مبتدی هم کامل مناسبه. حواستون باشه دستو بیش حست پایین نیارید. بریم واسه ست بعد. بچه ها تو اسمیت اگه بتونید از این مدل صندلیایی که پشتش بلند استفاده کنیم، مخصوصا واسه افرادی که مبتدی ترن، خیلی خوبه چون به نمیذاره به گردنتون فشار بیاد. ده تا. این واسط بعدی. یک. مرسی. این واسه حرکت بعدی. بچه حرکت دوم سرشونه دمبل آرنولدی 12 10 8. بچه های مبتدی پر سرشونه عادی رو بزنن. دو. چه داریم واسه حرکت دوم. سوم ای نیافتم. خب داشتم میافتادم. بریم واسه ست سوم. بچه ها اصل اضافه بارم یادتون نره. فقط نگو که قطع کردی. وسط. بریم واسه تا آخر. خب بچه ست آخره. بچه ست آخره پر سرشونه آرنولدی. بچه حرکت بعدی نشه جانب سیمکش از پشت. سوپرش هم دمبل. 3 ست 10 تایی هر کدوم. واسه افرادی که خیلی مبتدی ان و دفعه اول باشگاه میرن، به جای این سوپر ست و این حرکت از حرکت نشه جانب ساده استفاده کنن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. همایدین بچه همایدین تاج سره. ماشاءالله بجونه. بچه ها به زودی یه ویدیو با همایدین داریم. هر موقع به من افتخار بدن. عزیزی تاجی.
ست دوم. بچه واسه دمبل یه جنجی پیدا کنید، یک ذره خم شید. ده. بریم واسه یه دست برعکس. بریم واسه دست مخالف. یک، دو، یه ذره مایل. اف او ده. بریم واسه تا آخر بچه ها، واسه تا آخر. اف یه ذره مایل. بریم. بریم دست مخالف. بچه فیگور بعد تمرین باعث میشه خون تو عضله پمپاش شه. بریم واسه حرکت بعد. خب بچه ها، حرکت بعدی نشر دمبل، نشر خم نشسته به علاوه فیس پول. و این حرکت واسه بچه‌هایی که حالا تازه شروع کردن خیلی مفیده، ولی واسه بچه‌هایی که مبتدی ان حتما از فلای دستگاه معکوس استفاده کنم به جای این حرکت. یک، 3 تا 10 تا. بریم واسه سوپرش. خب بچه موقع زدن فیسبول حتما جفت کتفاتون رو بچسبونید به هم. آرنج هاتون هم حتما آرنج هاتون هم باید نگه دارید. بریم بچه، بریم واسه ست دوم. خم آرنج ها میچرخه بیرون، سر مماس بدن و دست ها یه ذره رو به جلو میاد. ده. بریم واسه بعدی. دست رو بکشید بغل گوش.
بریم واسه حرکت بعد. بچه‌ها 3 تا آخر. بچه دست کامل بیاد جلو. جوگیر شدم یو. بچه بریم واسه پشت بازو. حرکت اول پشت بازو با میله صاف، سوپرش هالتر خوابیده دست جمع. بچه موقع زدن پشت بازو بدن رو به جلو یک کمی متمایل کنید و دست رو صاف. سعی کنید استخون بازوتون تکون نخوره. بریم واسه سوپرش. بچه دست جمع. آرنجا رو تو نگه دارید. بچه مبتدی بیارن روی پیشونی، اونی که یه ذره حرفه‌ای ترن بیارن تو بالای میز. باعث میشه که پشت بازو بیشتر کشیده شه. هشتا. بریم واسه بعد. خب بچه ها بریم واسه بعد. سوپر. یک. بریم واسه بعد. حرکت بعد دیپ نیمکت. اگه دستگاه داری تو باشگاهتون با دستگاه. چهار تا 10 تا. بریم واسه بعد. بچه دست رو میچسبونیم به باسن. آرنج میچرخه تو. همین بدن نزدیک نیمکت. هر چقدر دست رو بازتر بگیرید مخلصم. هر چقدر دست رو بازتر بگیرید فشار میفته رو سینه. یک دو. آمد چون آقای هم کردن تو تصویر پشت من رد شد. آقا سینا ها بالاخره لطف کردن تشریف بردن. سلام آقا سینا. آره میدونم بی درست شده بودم دوباره. بچه آقا سینا بالاخره تشریف بردن. آقا سینا خوب شد درداتون؟
مسافرت بود حسینا. آره الان دوباره دردشون شروع میشه، یه هفته نمیاد. خب بچه حرکت بعدیمون پشت بازو پرسی، دست یه ذره جمع‌تر از عرضشونه، میاد زیر سینه هانتر. 3 تا 10 تا. آرنج هم داخل جمع میشه. خب بچه بریم واسه ست بعدی. و بعد چطور اونم شنا دست الواسی واسه گریه عضلاتو پاره کنی تا ناتوانی. خب بچه بریم واسه فیگور آخر تمرین. بچه این بود از تمرین سرچین و پشت بازو. امیدوارم با من تمرین کنید تا عید یه بدن خفن بسازیم و از جایزه عید هم غافل نشین. برای همه جایزه و برای 3 نفر 3 تا جایزه ویژه. بزن بریم.